اومدی پارک آب و آتش حتما این سجا رو ببین. اول گنبد مینا، دوم بازارای باحالش، سوم پل طبیعت که میتونی کلی عکسای با کیفیت روی پل بگیری. واسه یه فکر دارم. کشکام یک میان وعده سالم. چطوره؟ بابای من همیشه میدونی چی میگفت؟ ما وقتی کارت گیره باید دوم خرم ماچ کن. پیام جون. خانم من تا شما رو با اسم کوچیک صدا کردم؟ نگفتیم آقا بزن کنسرت تمام بشه همه میرن من و تو میریم کانادا با هم دیگه. بعد تو نگران حرفای پیامی؟ واقعا شب قبلش اینو آوردی بپوشم؟ میدونی من چرا اینجا؟ کی اینا رو پخش کرده؟ بدبخت شد. اسبی که هنوز سواری نداده اگه بزندت زمین دیگه بهت رکاب نمیده. چی شده؟ ما عکس‌ها رو فرستادین تو سایت. کی اون عکس‌ها رو فرستاده؟ این همه خواننده هستن که مشکل دارن، دشمن دارن. شما خواننده میشناسی که اصلا دشمن نداشته باشه؟ موین آغوش باز، کارگردان بهروز شعیبی، تهیه کننده علی سرتیپی. همین که همه میفهمن قراره یکی بالا نشین باشه دست میندازن تا بکشنش پایین. سریا دیگه نمیخون؟ خیلی سال بود که نمیخون. گفتن کازینو بعد سریا دیگه اون کازینوی سابق نمیشه. مسافرکش نیستم ولی مسافر کشک هست. خلاف شرکنین حلال شیخ. بالاخره پیداش کردم. صراف بستری نو برای سرمایه گذاری در طلا و ارزهای دیجیتال. نصب با شماره گیری ستاره 500 ستاره 500 مربع. ماکسیرول بهترین دوست خونه‌های شاد و پرماجراست. ماکسیرول ابر دستمال در همه حال. جیولین شما را به دیدن این سریال دعوت می کند. بنده اینجا اومدم تا امتیاز محصول قهوه شما رو برای یکی دو تا از شعبه هامون توی ترکیه و قطر بخرم. قرار پول در بیاریم؟ پس صحبت هایی که راجع به این قهوه میشه افسانه نیست. زیر گاف صندوقیم. ما به 2 تا کلید نیاز داریم. یکی کلید اتاق، یکی کلید گاف صندوق. 54 منه ویکس چنده منه الان زدی بیرون. همین الان برو ویکس ببرم. کارتون چیه؟ بله ببینید زحمت بکشید ما یه قالبی تهیه کردیم بر اساس این باید برای ما کلید بسازیم دیگه. مال گاف صندوق. از این بحث فاز عملیاتی ما شروع. ما الان خیلی وقته که به خاطر قطعی برق ساعت‌ها رو 1 ساعت کشتن جلو. خب پس اینجوری همه معادلات ما به هم میریزه. این پرونده مؤسسه تکنواتر هست اونو به من بدید. با این پرونده آقا شیفی رمز گاف صندوق به من نگفتی. 7314 شروع عملیات. حالا چیکار کنیم؟ با بیسیم‌ها با من در ارتباط باشین. فعلا برید و با کلنگ بکنید. بده فنجونا رو. بیشتر قهوه تو. قهوه اون بغل دست. بزنی قهوه رو ریختم. قهوه رو ریختم. قهوه رو ریختم. بده من. سیگار بیار بازم شده میخوام. جانم
سیمین چرا آدم سودانتو باز؟ باز دوباره چرا؟ ببین چند وقت یه طرف خب امروز یه جور دیگه دلشوره دارم. جان با اون صدای منصورت یه حرف خوبی بزن من آروم شم. کی میدونی عزیزم خوراکمه. بگو. خوب منو نگاه کن. نگاه میکنم. ساکت باش. تو چشام نگاه کن. سیمین جان آرام باش. خب همین دیگه آرومت کردم. آروم شدم. کاش من آرومت میکردم سیمین جان. گذاشتی تو. نه هر کسی باید مردش آرومش کنه، هر کسی. ولی سیمین جون فدات شم، خوش به حالت شوهرت ور دلت. من چی کار کنم؟ مردم الان تو کارزاره. یه وقت اگه بلایی سرش بیاد من چه گلی به سرم بگیرم؟ اون قد و بالا و سر و صورت اون تیپ وای. بابای منو میگه؟ بله پیش منه. آقا فاضلی کاش عکس دوستم ای خدا اگه این مرد من صحیح و سلامت بیاد قول میدم دیگه به کار هیچ کی دخالت فضولی نکنم. حتی دیگه نمیپرسم حالت چطوره، حتی نمیپرسم ساعت چنده. میشه یه همچی چیزی؟ نمیشه. خدایا شما جدی نگیر. خدایا ولش کن. شما هم کاری نگیر. خانم فرمزی با نازگل یا آقا اومدن تو. مرده کیه؟ نمیدونم. چه سنمی داره به خانم فرمرزی؟ نمیدونم نایت خانم. چیکار کنیم؟ واسه ببینم واقعا خانم فرامرزی با یه مرد اومده؟ الان مشکل ما اینه؟ خانم فرامرزی با یه مرد اومده؟ آره جهانگیر خان واقعا سوالتون اینه؟ نه مشکل ما این نیست، معمولا تنها بود آخه. بابا استرس دارم. استرس گرفتم آراش خیلی خوش اومده خانم فرامرزی. ممنون متشکر. دختر شریکم هستن. ایشون هم خود آقا جهانگیر و همسرشون. خیلی خوشحال. قدم رنجه فرمودین خانم فرامرزی. چرا همچین بیخبر؟ من برای کافی شاپ خودم هم باید رزرو کنم. نفرمایید. راستی یه سوال، این لباسا چیه پوشیدین؟ اینا راستش ما برای نظم و دیسیپلین کافه گفتیم لباسای متعدل‌شکل بپوشیم. کاش که برای نظم و به روی کافه هر چه سریع‌تر این لباسا رو عوض کنید. ببخشید یادم رفت معرفی کنم، سروان اقدمیان برادرزادم. بله. سروان اسمشونه؟ نسیمین جون درجهشون سروانه. سروان مرتضی اقدمیان. تفنگتو نشون بده. تفنگ نه تفنگ برای چی؟ تفنگ نمیخواد در بیاد. تفنگ لازم نیست دیگه. نازگل جان من که تو ماموریت نیستم امروز. شما حالتون خوبه خانم؟ یه حالی؟ من سروان تا حالا از نزدیک ندیده بودم. آره راستش ما بچه‌هامون رو یه جوری بار آوردیم که عاشق پلیسن. اصلا بچه‌ام که بودن همیار پلیس بودن. شما چقدر چهرهتون آشناست برای من. جناب سروان شما رو خیلی خوب میشناسن. از قهوه هامون؟ آقا جهانگیر لو رفتی. جان من نگفتم این کار آخر عاقبت نداره. بار کج به منزل نمیرسه. جهان بیا دیدی گفتم. شما بیگناهی. چی کار کنیم عزیزم؟ چیکار کنیم؟ ببین جهان ما تا زمانی که وکیلمون نیاد هیچ حرفی نمیزنیم. بله ما تا وقتی که وکیلمون نیاد دیگه هیچ حرفی نمیزنیم. وکیل برای چی؟ بهتر بود به خودم میگفتین، من کمکتون میکردم. چی میخواست چیکار کنه؟ شما؟ یعنی شما هم با ما شریک جرم میشدیم؟ چرا که نه؟ جناب سروان به من گفتن که شما بدون هماهنگی با من کف زیرزمین رو بازسازی کردین، بعد ایشون اومدن بهتون تذکر دادن. چی شد؟ باید شما این بچه ها میزگار همسایه بابت صدای درل شکایت کردم، من اومدم تذکر دادم. جوان بهداشت سیمیش اما یادم اومد کف زیرزمین ترک برداشته بود، داشتیم بازسازیش میکردیم به خاطر بهداشت. پس شما در جریان بازسازی بودین؟ بله من کاملا میدونستم. بیشتر از همیشه یاد فرامرزی خدا بیامرز افتادم. چرا؟ بهداشت چه کار داشته با فرامرزی؟ چه کار داشته با بهداشت؟ خیلی خوب شد آقا جهانگیر. من فهمیدم شما اول شراکت نخواستین از لحاظ مالی به من فشار بیاد. شما خیلی مرد شریفی هستین آقا جهانگیر. خیلی شریک
نازنینی مثل شما رو که آدم دلش نمیاد ازش جنگ بگیره که. آره هستن مردان شریفی که از شکم زن و بچهشون میزنن که زنای دیگه حالشون خوب باشه، شریکشون حالشون خوب باشه، همه اینا باشه دیگه. چی داری میگی؟ چرا جفگیر میشی؟ آره من جفگیرم. باشه خب جناب سروان جان ماشاءالله چه عمه ای دارین، اصلا بهشون نمیاد. چی؟ چرا؟ آها یعنی ماشاءالله اصلا به عمتون نمیخوری همچین برادرزاده ای داشته باشن. ول کن جوان، شیرین نشو. ول کن. شیرین نکنم. ماشاءالله به هیچ کدوم نمیخوره ول کن. همچین چیزی داشته باشه. قهوه سپیده، قهوه درست کنیم برای جناب سروان، کار داره. من امروز مرخصی ام. امنیت شهر به خطر میفته دیگه. برم قهوه بیارم. باش بریم بده. سیمین جون بیا اونجا، من یه کار مهم باهات. جان؟ بیا من باید یه کاری دارم. چه کاری داری؟ بالا سرمون نرمه، کندن داره خوب پیش میره. اون 10 سانت آخر نرید زیر قفسه ها. نه کندیم تموم شد رفت. انقدر شما گفتیم با دندونم شده اون 10 سانتو میکنیم، الانم کندیم تموم شد رفت دیگه. تمام. اون بود. داره میشنویم ما. عذرخواهی میکنم. شما اصلا میدونید ما برای چی اومدیم امشب اینجا؟ ما علم غیب ندارم والا. ببین هفته پیش تولد برادرزادم بود. همین آقای بله مبارک. مرسی. بعد ما کلا یادمون رفته بود. آخه اینم بهش برخورد. برای همین تصمیم گرفتم امشب بیام اینجا یه جشن سورپرایزی براش بگیرم. جلف نیست؟ سروان؟ نه چه اینکه اینجا تو کافه برای سروان مملکت تولد. چرا جلف باشه؟ کیکم گرفتم تو ماشین میارم. اصلا مسئله کیک نیست. ما اینجا کیک داریم ولی ماجرا اینه که آخه اصلا چرا باید تو کافه براش تولد بگیریم؟ همش کافه داره. ببرمش یه جای دیگه واسه تولد بگیرم. اصلا مگه میشه؟ ول کن سیمین جون، بسه دیگه. اصلا شما فکرش هم نکن. من چقدر باید به شما توضیح بدم؟ شما اینو بگیر موزیک مجاز تولده. ببین هر موقع از سر میز بهت اشاره کردم یواشکی اینو پلی کن. خانم فرامرزی جانم، من اینو تو چی بذارم که پلی بشه؟ ضبط. برق نیست که، برق که میبینید نیست. یه فاز هست دیگه. نه دیگه اشکال همینه دیگه. ما سیستم صوتیمون به اون دو فازی که نیست وصله. بابا افی جان شما که ماشاءالله به نشونا و اینام اعتقاد دارید. بله خیلی. این خدمت شما کیکم که تو ماشین آقای سروانم که هست، سوارشی بری یه جا. ای وای باورت میشه؟ برقا اومد. آره باورم میشه. بارون که میاد سیل آدم بی خونه رو میبره. بذارش. آقای فاضلی. بیش بله دیگه ما خوب شد به موقع برق اومد. اینجا جاش صفر بود، اینجا رو دیگه حتما باید با گیپور میکندیم. گیپورا بیا تا تنت کنم. بذاری من پیکور بزنم. بالاخره من دست و پاهام جوندارتر و شادابتر و قوی تره. آخه خادی چوپان کی بودی تو؟ آقای فاضلی. آفرین فیگور بگیر. زیر بغل. کول بگیر. پشت بازو. آقای فاضل پشت بازو خیلی خوبه. شکم اصلا بیا کار کنیم. بیا اینا رو ول کنیم، کار رو تعطیل کنیم، دور هم فیگور بگیریم. بیا تو من براتون بیش من میگم به جای اینکه اینقدر چرت و پرت بگی بکنی دیگه. ببخشید خفه میشم. آقای فاضلی جوونی کرد. اون وقت ببخشید آیدیتون چقدر به خطرش میارزه؟ والا افسونی جون فدات عیبی نداره. آیدی که خب ارزش جون آدمو داشته باشه که نداریم نه. ولی خدا رو شکر. آها خدا یه خانواده رو میتونی بچرخونی. بله بیمه هستی؟ بله من بیمه. چی گفتی؟ من هیچ. خانم میگم حالا یه قهوه برای خودتون میآوردی. گل انداخته صحبتاتون. بله. خانم فرامرزی. خانم فرامرزی. چیه؟ سیمین جون چی میگه؟ چی شده؟ میگم آماده است همه. آره بود.
سلام علیکم. تولدتون مبارک. تولدتون مبارک. تولد شرمنده فقط اگر میشه خواهش میکنم که حالا که زحمت کشیدین یه جوری برگزارش کنیم که مزاحم آرامش بقیه نشه. در باری کلا از یه همچین عمه یه همچین برادرزاده فهیمی هم در میاد. میدونی که خط قرمز ما آرامش مشتریان. منم همینو میکنم. شلوغش کنید. مبارک باشه. ببرید تولد دیگه. شلوغش کنید. بعضی موقعا باید خط قرمز رو رد خوبی داری آقا جهانگیر آقا جهانگیر میگم مطمئنی ما اینجوری مزاحم کسی نیست. یه شبه دیگه. آقا تو رو خدا خواهش میکنم. آقا من شرمنده جهان فوت کردم آقا جهان فوت کردم آقا خب دیگه کیکو که آوردین، کیکم که بریدین، شمم که فوت کردین، کادو هم که گرفتین، رقص چاقو هم که کردم. ولی کاش که بیشتر میموندین. چرا عجله داریم برای رفتن؟ خیلی زحمت دادیم، خیلی زحمت کشیدین آقا جان. شما که واقعا خیلی شرمنده کردین. کاش بیشتر میموندین. خب دیگه. ببین خان فرمرزی، این ساعتی که برای جناب سروان کادو گرفتین تو سایتش 2 تا قیمت داشت. تو آف خریدین؟ نه خانم، من تو آف خرید میکنم. مبارکتون باشه. مبارک باشه. قابلی نداره. خب دیگه. من یه تیکت کیک بر. خاله جون من الان میگم اینو پک کنن ببرین شما. شبم پس سنگین میشی. خب دیگه. واقعا با عزتون ما دیگه بریم یواش یواش. خیلی ممنون. سلام علیکم. روزتون بخیر. خسته نباشید. به به تولد سبت خانم بوده. بنده دعوت نبودم. خیلی خوش اومدین. خوب هستی؟ یک کیک بخوریم. نه کیک سنگینه برای شب. بعد خانم فرمرزی اینا داشتن تشریف می‌بردن. نه خواهش میکنم. من برای کیک نیومدم. من اومدم برای دشویی. خانم فرامرزی رو دیدم اومدم سلام عرض کنم. سلام دیگه. الان سلام هم تو کردی. خب دیگه. خدای من این آقا رو میشناسم. ایشون همون آقایی هستن پلیسی که می‌خواستن بیان بالا سر شما، من راهنماییشون کردم. باورتون میشه؟ غیر از این بود که ما اصلا تعجب می‌کردیم. آها خیلی مخلصی ما. من از کودکی عاشق شغل شما بودم. یعنی 2 تا شغل دوست داشتم. یکی میگفتم پلیس، یکی هم لباس خلبانی میپوشیدم میگفتم لاستیک فروش. ولی به هر حال الان یه جورای همکار شما هستیم. خب دیگه اجازه بدید کمک آقایی نکنی؟ ها؟ چیکار کنه؟ کمکشون کن. حالا باشه سر فرصت. آقای پلیس لباس شخصی. نه اجازه بدید. آقای پلیس لباس شخصی. تشریف بیارید بشینیم یه قهوه‌ای با هم بخوریم. گپ بزنیم. من خیلی با شما حرف دارم. بی زحمت 2 تا قهوه میز 2. خودش مرخص باشه. خب خدا ناراحت میشه. اوه این تیکه چقدر سفت بود، دستگاه داغ کرد. آقای فاضلی، من واقعا بهتون افتخار میکنم. با این سنتون خستگی ناپذیره. کدوم سن؟ نه کدوم سن؟ چیزی که با گذر زمان مشخص. بلند شو کشتی بگیریم. نه چرا کشتی؟ من اصلا کشتی نیستم. من جوونیام کشتیگیر بودم. بله کاملا مشخص. یک اشکال گربه بهت بزنم همینجا. اینجا؟ اینا رو ولش کنیم. من الان تو کفم. یعنی نزدیک کفم. بله. اون گفته از اینجا به بعد و باید با احتیاط بکنیم. بله.
اون چکشو اون مته رو وردار، یواش یواش بیان شروع کن دیگه. کار گیپور و سنتور اینا نیست. بیا. تو همین محله که میبینید در امن و امانه گردن خیلی ها رو شکوندم. بله. آسیبم زیاد دیدم ها. مثلا انگشتام پلاتینه، این دوتا. خب دیگه خیلی داره خوش میگذره. سیمین جون میبینید چقدر خوش صحبته. بله خیلی ایشون یه نفر رد شه بپرسه ساعت چنده 2 ساعت باش حرف میزنه. الان که دیگه پسر دیگه شما رو دیده و حالا قدیمی هم هست و آشنایی. البته خیلی از درگیریام الان یادم نیست. خدا رو شکر. حافظه است دیگه. به به. شاهد از غیب رسید. ایشونو که میبینید فقط دستیار من نیست، حافظه سیار منه، اصلا یه جوری هارد استندرال منه. اکسترنال همون. من یه سری از درگیریام یادم نیست، میشه تو بگی؟ اینقدر زیاده که باید از رو نوت گوشیم بخونم. شما خب دیگه. هرچی از خطرات این کار بیشتر میگین، من به جناب سروان بیشتر افتخار میکنم. شما به نظرم جناب سروانم خیلی خسته شده. البته اینا قسمته ها. بله. من به قسمت خیلی اعتقاد دارم. شما یه لحظه خودتو بذار جای من. خواهش میکنم یه لحظه. باشه الان ما خب الان باید دستشویتون بگیره. چرا؟ چون در اون لحظه ما دستشوییم گرفت. چرا باید در اون لحظه مناسب ما دستشوییم بگیره؟ که بیام ایشونو ببینم دیگه چجوری درست. اینو میگن قسمت. خب دیگه بله من دیگه میزم مهمون ما دیگه بله من حساب میکنم. من خودم جشن میگیرم. من نمیذارم. شما هم خسته. آقا این چقدر لفتش داره میده، باور کنید دارم از استرس میمیرم. دوستان تبریک، رسیدیم به موزاییک کف انبار. یعنی دیگه الان فقط تو پولا یه موزاییکو برداریم دست دراز کنیم، پولا رو برمی‌داریم میذاریم تو جیبمون. شما انقدر دستت خیلی درازه، چون پولا تو اون اتاق دیگه است. گوش کنید، به 3 گروه تقسیم میشیم. مجید و آقای فاضلی با احتیاط کامل موزاییک رو بر میدارن. سعید برای قطع کردن دوربینا و آژیر آماده میشه. جون دیگه منم یه چرت سبک میزنم که برای عملیات اصلی فرش باشه. هر خرید از کلبر یعنی یک شانس بیشتر برای رسیدن به رویای پرشکوه. کلبر، رویاها رو باید زندگی کرد. حرفامو گل انداخت، اصلا نفهمیدیم کی و چجوری گذشت. واسه ما هم عین برق و باد گذشت. نمیدونه چقدر سخت گذشت. یعنی کاش که بیشتر میموندید. خواهش. البته خیلی زحمت دادیم. امیدوارم دفعه بعد که جمع میشیم ایرج جانم تنها نباشه. خدا دهنتون بشنوه. البته شما که غریبه نیستید. یه قصدهایی دارم. خدا رو شکر. اون آدمش هم در نظر گرفتم، حالا نامش محفوظ، اسمش آخرش با ه تموم میشه. دردانه جان. ای بابا حالا چرا؟ بعدا نوتای صحبت ما دیگه کم کم بریم. شما هم که مشتری داریم مزاحمتون نشیم. ما بریم دیگه. بریم. بفرمایید نمیرن چرا اینا؟ همین چیه؟ جون همه دارن لباسمون رو مسخره میکنن. آره میز هشگیر داده که کی شعبده بازیتون شروع میشه. خواست بگی اتفاقا اولم میخوام اینو از وسط نصف کنی. آفرین منم میشم بس. قید کنیم میزنه تو دهن خرابیده. ساکت چی؟ اون اسمس داده. چی؟ میگه رسیدن زیر انبار. بجنبید. خب بابایی برقت شد، دوربین آژیر رو از کار افتادن. دوستان، لحظه موعود فرا رسید. الان زمانیه که باید جواب اعتماد منو بدین. آره ما اصلا اینجا جمع شدیم که جواب اعتماد شما رو بدیم، جواب زحمات شما رو بدیم. همونطور که میدونین شما همتون یه جورایی به خاطر من پاتون به این ماجرا واشه. خواستم بگم اگه تو این عملیات موفق نشدیم یا به هر دلیلی شکست خوردیم، من جرم همه رو گردن میگیرم. آقا جان نه آقای فاضلی، سعی نکن منو منصرف کنی. من تصمیم خودم رو گرفتم و پاشم وای میستم. نه من چه صحیح کردم؟ اون که شما تصمیم گرفته دیگه با سر حرفت واسه مرد و حرفش. اون که اوکی قبول کردیم. فقط من یک مسئله دارم. راستش اگه اتفاق افتاد ان شاءالله گرفتنت، من یک فرار مالیاتی دارم. اونم گردن بگیر. تو که دیگه آب از سرت گذشته، بذار دیگه بگی. ان شاءالله که اتفاق نمیفته. امیدوارم که همه چی به خیر و خوشی تموم بشه.
ولی اگر هر اتفاقی خدایی نکرده برات افتاد من تنهات نمیذارم. خب چیا داریم میریم سرقت؟ مراقب باشید ارتباطتون با قلب تپنده گروه قطع نشه. من شما رو سالم و موفق برمیگردونم. درست میگم ناصر جان؟ اطلاعی ندارن. شروع میکنید یا نه؟ جای خاصی میخوایم برین آقا ناصر؟ کاری نداره که یه جلو رو میخواد زل بزن نگاه کنه که داره میکنه دیگه. وارد حاشیه نشید. با قدرت شروع میکنید. اول کی بره؟ مجید مامانی بابا قصه نکن نگران نباش دیگه. مراقبت کن مجید. مرد توی برو. مجید یه گوسفند نصب کرده. مجید غریب باش. یه در اینو بگی. میبینی سوراخو؟ نور بده داره روشن بده من اینو وسط بگیرم. برو تو سوراخ. خداحافظ پسرم. روشن کن. خیلی منم بیام؟ نه بده من چرا خوب بود چه تنگه دست تو بیا گوشیشو بده بکش مجید اول بابا تو داشته تنگه جهان بیا اینجا بیا پیش من. گوشی بیا اینجا مامانی. آقا این پیشون منه اون ما رسیدیم الان تو انباریم. چی میبینید؟ چی میبینید؟ میز برای چیه؟ میز رو گفتم آتاشخانه رو میز اینجا. آقای منافی اینجا یه میز هست با پرونده آقای منافی. بابا جان اسم تو اینجا نوشتن. خاک برسن اینجا اتاق منه. اینجا منه. بهش بگو اینجا اتاق منه. اون بابا ما تو اتاق سیمین در اومدیم. مگه تو انبار نیست؟ نه بابا انبار کجا بود؟ ما تو اتاق سیمینیم. شما دیگه گندشو در آوردید. مگه قرار نشد از انبار مستقیم بریم تو اتاق گاف صندوق؟ ما گندشو بالا آوردیم؟ مثل که شما حواست نیست. ما الان باید چرا باید در بدشه تو اتاق من؟ اون 10 سانتو کندین. 10 سانت الان 15 متر فاصله داره ما اتاق گاف صندوق. ما چرا 10 سانت؟ نه انگار ارتباطمون قطعه. میشنوی من چی میگم؟ نه نشنیدم. حالا شنیدی که من چی گفتم؟ اینو که اصلا نشیدم. سیمی خانم حالا شما دنبال چی هستی؟ تو اتاق من یه دقیقه وایسین. بریم سمت گاف صندوق. مامانی یه لحظه واسید من یه خبر خوش دارم یه خبر بد. خبر خوش اینه که میدید که آژیر و برق اینا رو از کار انداختم. خبر بد اینه که این سنسورای کفو نتونستم از کار بندازم. سنسور کف اینش کف میشه اینجا اگه یه وزنی احساس بکنم میگم بیرون. اونا رو از کار ننداختی؟ الان میگی؟ حالا چجوری بریم؟ پیش بیا دستکشتون دستتون کنید. دستتون به جایی نزنید. دستکش. دست من نمیره. بیش دست کن. اگر گوشت نمیگه هم بیچاره جا. شیلی تو دادم. جکی هولم نکن. باز بیا چهتون رو نگاه کنید نخورید زمین. بیا جهان برو. جهان بیا. بیش بیا حالا تقا نزا. یه دقیقه صبر کنید بچه. بیا سر صدا نکنید هولم نکن. اونجا میخوایم این باز کنم؟ نه مادر صبر کن من این کارو میکنم. صبر باش بسم الله.
بفرمایید. نه شما بیش برو داخل بیش بابا پسر تو پل با پل اینجا برو بیش بالاخره رسیدیم اتاق گاو صندوق، همه چی تحت کنترله. سریعتر کار کنید، سریعتر در گاف صندوق باز کنید. نه ما اگر شما نمیگفتی داشتیم وسط کرسی رو علم میکردیم. ماجان بودو دیگه ماجید برو بالا سرم برو. بیا پیش من خراب نکن. جیمی ولش کن، وقت نداریم. چجوری باید بازش کنیم؟ جهان یه دقیقه هول نکنید من بفهمم چه غلطی باید بکنم. اول کلیدو باید بذاشتم این تو. اینو بگیر بده. اینو میچرخونم. مگه دفعه اولی میخوای گاف صندوق باز کنی؟ نیست ماجید، دفعه اولم نیست، ولی هر بار من وقتی پولای مردم میذاشتم تو دعا میخوندم حفظ بشه دست دزدا. الان خودم دارم دزدی میکنم، میفهمید؟ 2 دقیقه صبر کن. برو سیمه جان 2 دقیقه صبر کن. جان یه دقیقه واسه. آها خیلی خوبه. الان درسته؟ خوبه. حالا کلیدو بچه. حالا اینو بگیر. خب آها اینهاش کلید همه گرفتاریامون، اکسیر خوشبختی. نه پسرم، پول همه چیز نیست. به قول پروین اعتصامی، با دانش از فخر، نه با ثروت و عقار. تنها هنر تفاوت انسان است و چاپاست. جهانگیر فقط حواست هم باشه، حماقت نکنی. ببین کم ور نداری، همه رو بردار. تو کل زندگی 4 تا چمدون کنار خونه من، پس بردار همه رو. گوش کنید ما به اندازه‌ای ور می‌داریم که بتونیم بدهی مردم بدیم، همین. باقی پولایی که از دست دادیم و از کافه به دست بیاریم. ببینیم من بچه‌های تربیت نکردم که بخوان فرار کنن، میمونن و کار میکنن و جبران میکنن. تمام. بله ما میمونیم آقای فاضل، میمونیم و به هر حال ما نمیتونیم همه پولو برداریم. اگه همه پولا رو برداریم میفهمن کم شده، شنبه صبح میان بالا سرمون، اینجوری میفهمن که دزدی شده. به جهنم که بیا موقعی که ما رفتیم، یعنی شما رفتین که اونور، منم خونه و ویلا و همه رو میفروشم، همه رو پول میکنم میام اونور. 50-50 قبوله؟ اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. اما اون سلام سایدم اینا میخوان همه چی 50-50 تقسیم کنن ها. بیا نوچه‌اش خبر. چی میگه جهان؟ چی میگه؟ ببین ما اون موقعی که وارد این ماجرا شدیم $50,000 نیاز داشتیم، درسته؟ بله. الان با این نرخ دلاری که پیش رفته ما $25,000 هم کارمون را میندازه. $100,000 هم برمی‌داریم برای اینکه بتونیم بلکه خونه عمومو نجات بدیم که بتونیم بدهیامونو بدیم. نه سیمین جان، ما قبلا $70,000 می‌خواستیم، الان با این روند صعودی دلار $50,000 می‌خوایم. $100,000 هم واسه خونه میشه $150,000. $150,000 برمی‌داریم. هر کی هم بیشتر خواست برداره باید از جنازه من رد کنه. کاش منو بین خانواده خودم و خانواده همسرم قرار ندین. من بی‌طرفم. ببین منو بیاین مجید بیاین. نرو تو. بیا اینجا. داماد من پولامو خوردی، نرو تو. سیمین جون منم طعم مالباختگی رو چشیدم. منم آدم رفتن نیستم که فکر کنم من برم خارج زبان یاد بگیرم با همسایه‌ها رفیق شم. میدونی چقدر خبر از دستم میره. منم با شما. آقا منم که باور کن یک زنجلیل وحشی‌ام. اصلا من همین کارا به خاطر تو کردم که من روانی ام. اینجا چیکار میکنم؟ من پول داشتم. بیا تو گافتن. هیچی. همه که یه طرفیم دیگه. برین اون طرف ببینم. برین اون طرف پولا رو بردارید. خیلی خوب بریم. مجید بیا 150,000 تا بهش کن. بیا هیچ بگیم میان. مواظب باش پسرم، بیشتر از $150,000 نشه. 150,000 تا. 150,000 تا شما بیشتر بر نداری. نه دارم درست میکنم، شک نکنم. بله. اینو بده من بدم. من بیارم. من درست کردم. الان هیچ چیزی مشکوک نیست. ببند. سیمین جان. تمام. تعطیل شد دیگه عزیزم. پاشو بریم پایین ببینیم اینا دارن چیکار میکنن. مگه مامان نگفت پاتون رو نذارین تو زیر زمین؟ وای تو استرس ندادی؟ نه. وقتی مجید شوهرم باشه، ناهید خانومم مادرم، دیگه اوضاع بدتر از این میشه. کیه؟ سلام علیکم، ببخشید من دوباره مزاحم شدم. شمایی؟ کافه تعطیله. خوبین؟
ببخشید این نازگل انقدر به من میگه کارت و دستبند اسلحه رو بین اون نشون بده، من فکر میکنم که کارتم تو کافه افتاده. میشه بیام بگردم پیداش کنم؟ نه نمیشه. بله؟ نه یعنی که چرا شما؟ من خودم الان میرم. زحمت میشه. بودو. میگم شما هم به نظرم این چند روزی باید استراحت بکنید. این حال صداتون و سرماخوردگیتون ممکنه مشتری‌ها مریض بشه. من همیشه همین جوری صدا مخملیه. بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید زحمت شد. کیف کارتتون. من دیگه مزاحم نمیشم. آفرین. با اجازهتون. آفرین. فقط یه چیزی، شما احیانا صدای مشکوکی نشنیدین؟ آخه چون همسایه‌ها گزارش کردن یه صدای مشکوکی، یه چیزی همچین شبیه به صدای چکش برق. اون صدای ایشونه دیگه. هر وقت با برادرم دعواش میشه همسایه‌ها همین گزارشو میدن. البته منم تعجب کردم و چون ما که اینجا بودیم اصلا صدایی نمیومد. صدا موسیقی هم البته انقدر زیاد بود کلا صدا به صدا نمیرسید. ولی به هر حال باز من خودم یه گشتی میزنم. کسب و کار عمه جونه دیگه بالاخره. خیلی ممنون. ببخشید زحمت شد. با اجازهتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خوب جمعش کردم. بیا بالا بیا بیا بالا موج مکزیکی بریم موج مکزیکی خیلی بالا بیا بغلم خوشحالی کن بیا بغلم بیا بغلم $150,000 پول ببینم به این گروه تبهکار لعنتی یه پارتی نمیخوره. میخوره چرا اتفاقا میخوره. من و عشقم الان مدت هاست میخوام دوتای مهمونی خصوصی بگیریم. خب شما از زیر حلقمون تکون نمیخورین. اگر ما همچین مهمونی میگیریم که بیان من میتونم مهمان دعوت کنم بهتر کنم. آقا ناصر مهمونی افتر سرقتی کسی رو دعوت نمیکنه، باید فقط یه مش تبهکار حرفه‌ای اونجا باشه. خیلی خوب برید از این بچه سوسول سوال کرد. مامان بلند میشه یه چیز بهش میگم و پدر نگاه کن با من چی صحبت میکنه بعد سرقتم. خب بریم کیفو زحمت بکشیم بدیم به من بریم. ببخشید چرا شما بیاری کیفو؟ صبر کنین. مدیریت این سرقت با من بوده. ساکو بدین بیاد. مدیریت چه مدیریت کردی شما؟ می‌خواستید تو انباری در اومدین تو اتاق من. مدیریتی بودی که میگم بشم فقط دارم تو روش میگم. ما دیگه دلمون طاقت نیورد بمونیم بالا. چی شد؟ آفرین عزیز. آره مشکلی که پیش نیومده ماما. نه. پس آره یا نه؟ چرا؟ نه فقط اون پلیسه که با خانم فرمرزی اومده بود. خب کارتشو جا گذاشت. آره. گفت مردم گزارش سر و صدا دادن بعد رفت اطراف یه سرگوشی هم آب بده ها. آره. بذار اینو بندازم این تو. مجید. ساک پیش من باشه که تابلو نیستم. تو تابلو نیستی، تو فقط تو تگزاس تابلو نیستی. ساک باید دست من باشه که قیافم شبیه فرهیخته ها و آدمای معمولیه. آقا اجازه بدید. صبر کنید. این ساک از اینجا بیرون نمیره. ببینید چی گفت؟ ممکنه حواسشون جمع باشه. اینو میذاریم همینجا بمونه، همینجا جاسازش میکنیم، فردا که اومدیم تونلو پر کنیم اون وقت اینا رو ورم داریم میبریم. آفرین. اون موقع شما انقدر با هم دیگه بزنید تو سر کلتون تا چی؟ آقا این کارو باش آخرش بگه. چی کارو نمیگه آخرش. مجید. آقا چی؟ بیا بزنید. مواظب باش تا انگار که قهوه است. نه انگار که قهوه است. یه لحظه تلفن ببینم. صداشو جمع کن.
قطعش کن. چی شده؟ زده تو سر کی؟ ببین میثم جان اگر خدای نکرده من طوریم شد این محله رو میسپارم به دست تو. چشم استاد، من اتفاقا برای ارتقای امنیت این محله یه برنامه‌های ویژه‌ای هم دارم. چش استاد. چی بگم؟ یه دور از جونتون تو دهن تو نیست پسر؟ حق دارین. دور از جون. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام سپیده خانم. خوبی؟ آقای رج با من حرف بزن. منو نگاه کن. این رگ گردن منو نمیبینی؟ نه معلومه هیچ معلومه. مامان این رگ گردن من نمیبینی. چی معلومه؟ من چون فشار خونم پایینه الان به چشم نمیاد. یه ذره تایم بگذره به من یه فرصتی بدین حتما باد میکنه. نه بابا باد نمیکنه، بی خودی وقت اومد. بگو دیگه. چی شده؟ من غافلگیر شدم. لا اله الا الله. این امنیت اینجا رو سپردن به شما هر شب، حالا نه ولی یه شب در میاد شما ماشاءالله داری غافلگیر میشی. آقا ایرج مثل همیشه در حال محافظت از کیان این محله بود که یه اپوش اومدن با صندلی زدن تو سرش، زارت افتاد زمین. احمق. تو سر استاد میزنه صدا زارت میده. جان متوجه نمیشم. برو ببینم. یه راهنمایی میکنی؟ مادر میگم بیا. چتر، وزنه، میگم پاور لیفتینگ. سال سر جاشه. چیزی شده؟ جونم براتون بگه که طبق معمول من داشتم مثل عقاب کشیک میدادم، یهو ناخودآگاه دیدم 2 نفر دارن با در کافی شاپ برمیرن. رفتم جلو ببینم کیان. از قضا پلیس بودن. پلیس بودن؟ بله. مأمور بودن؟ بله. مأموری کجا بودن؟ از کدوم کلانتری اومده بودن؟ درجهشون چی بود؟ من با اینا مصاحبه نکردم که دیگه، ولی پلیس بودن از اینایی که کلاه دارن فقط 2 تا چشم معلومه. رفتم یهو به من حمله شد. اومدم با فنون جوجیتسو همون حمله رو دفع کنم. چی شد؟ متاسفانه دفع نشد. مامان جان ما بدبخت شدیم. سر جاش نیست. چی؟ نیست. درست شد. ببین. کنده شد. آره دیگه. حالا چیکار کنیم؟ سنجاق کن چیو؟ کاراتو. کارهایتان را سنجاق کنید. بده میکس کن. فرمایید آقای فاضلی. من ایشون من خرباسی در بود. بچه بریم 3 سکوت. 3 بسیم از میخوای خودتون رد چین؟ من دارم معذب میشم. چرا رد نمیشین؟ چرا تموم نمیشه؟ گلاب به روی همتون. خانم فرامرزی رو دیدم. چی دیدم؟ فرامرزی تشویی. بله چی گفتم مثلا؟ تشویی میخواد خانم فرامرزی. آی پلیس لباس شخصی تشریف بیارید. لباسشو نگاه کن. ببین اصلا شما قسمت رو ببین. یه لحظه خودتو بذار جای من. شما دستشوییت بگیره. بله این بگنه این همه دستشویی. چرا اینجا دستشویی؟ بله که ایشونو ببین. چه سعادتی. دستشویی ببین. اما یک لحظه 1/100 ثانیه خودتو بذار جای من. نمیتونی. نمیشه. حالا سعید نمیشه. نمیشه. ببین ببین چجوری در جای درست. خب چیه؟ شما یه لحظه خودتو بذار جای من. نمیشه. خدا نکنه. ببخشید. الان باید دستشویتون بگیرید.
تا هیچی ما مجلس کافی هم دیگه بغل کردیم آقای فاطمه. چی شد؟ موفقیت چی بود؟ ما نشستیم با فردا. پاشی تو نه فقط اون پلیسه که بابا نه میذاری حرف بزنم سمیده جان. فقط اون نه مشکلی که پیش آقا میشه شما دوتا دیگه با هم دیگه تبدیل نکنید؟ خدا شما با هم تبدیل نکنید. نمیشه. من میگم من اول میگم. خوبه؟ من که صبح خیابان تا وایسیمون باید نمیکنه ول کن. اجازه بدید پس من توضیح بدم. باید نمیکن داره میخنده دیگه. آقا منم سامی جان منم دیگه الان منم. یه هم بلد نیستی بکنی؟ سفیده میخوام برات داستان بگم گوش بده بدون زیاد و کم بگم برات از سوال ذهنیم سوال مهم کل زندگیم که اون چیه که خراب شده اون مقصدی که سراب شده بدونم دلیل گمگشتگی و بفهمم آخر راز زندگی قدم قدم تو فکرش بودم لای کتابا شده بود خونم رسیدم به هر کی ازش پرسیدم میشه راز زندگی رو بدونم هر کتابی پلی شد زیر پام آدما رو شنفتم اسلام تا کام خیلی جواب خفم بودم ولی اونی نبودن که من واقعا میخوام گذشتم از 7 دریا 7 آسمون تو صحرا رفتم تا آخر دنیا اونجا رسیدم به یه روستا دیدم اونجا همه شاد 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 میگفتن هرچه باد آباد زندگیشون آباد آباد و از ته جان آزاد آزاد گفتم به سلام و صد سلام شما رو میدیدم تو رویاهام چیه ماجرای راز زندگی به من بگویید اون پیام همه گفتن بهم یک کلام باس بری پیش جادوگر و سلام دانای کل دانایان و باخرت ترین کل جهان اونه که میدونه دردارو نگفته میخونه حرفا رو برای هر سوال تو ذهن هر کی هست اون داره همه جوابا رو گفتن جادوگر رو نشونت میدیم دستمو گرفتن و گفتن بیا بریم اینجا پر از راه و کور راه تو نمیدونی تنهایی از کجا باز بری رد شدیم از لابلای جنگل و جلو پام دیدم یه کوه بلند یه مسیر جادویی رو به نوک قله و اونا که بام بودن یه دفعه غیب شدن پاشنه رو برکشیدم دویدم به سر کوه رسیدم روی تختی از پر طاووس هیبت جادوگر رو من دیدم زانو زدم از خستگی گفتم جادوگر میشه منو ببینی و این رنج رو از وجودم بگیری و تو بهم بگی راز زندگی انگاری منتظرم بود بدون سوالی و حرف اضافی و قصه یکی بود و یکی نبود این گونه لبان به سخن گشود جادوگر بلند شد و روبروم ایستاد این گونه به سخن ادامه داد که چند تا ابر سیاه تو هوا چرخی زد یه طوفان شد و رعد و برقی زد جادوگر چشماش خیره به من بود و راز زندگی رو بلند داد میزد جادوگر وقتی حرفاش تموم شد اونجا نبود برقی زد و آتیش گرفت و رفت هوا شد دور شنیدم راز زندگی رو با همه وجود میرفتم به سمت پایین کوه از کنار رود در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومده بود در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومده بود